ناحیه مومن‌آباد. هر یک ناحیه تاجیکستان به خود مخصوصیت‌های خود را دارد. ناحیه مومن‌آباد هم یکی از ناحیه‌های تاریخی تاجیکستان است. این ناحیه در ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان جای دارد. ناحیه نام برده 29 دکبر سال 1973 تأسیس یافته است. این ناحیه دارای 7 جماعت است. از روی موقع جغرافیاش ناحیه کوهسار است که در جنوب و غرب تاجیکستان جای دارد. از شمال با ناحیه های طویل دره، امروزه سنگوار، ناحیه خاولینگ، از شرق با ناحیه شوراباد، امروزه شمس‌الدین شاهین و از جنوب با شهر کلاب باستان همسرحدی دارد. قلعه میر یکی از یادگاری های مشهور این ناحیه به حساب می رود که آن متعلق به عصرهای 3 و 4 میلادی است که عصر گذشته در این قلعه ارکینای غلاموف و مظفر عزیزوف کاوش های باستانی گذرانیده شده بود. در آثارخانه به نام صاحب تبرف یادگاری های گوشه و کنار این ناحیه نگاه داشته می شوند. در این گنجینه 8000 نسخه کتاب ها هم نگاه داشته می شوند. در اتاق مدیر دستخط های خودی صاحب تبرف می باشد. مقبره شاه خاموش این ناحیه تقریباً به عصرهای 10 و 11 راست می آید. دیگر منابع آن را متعلق به عصرهای 11 و 12 می دانند. زادگاه این مرد بزرگوار را اصفهان ایران می دانند. صاحب استقلالی کشور محبوبمان بود که این یادگاری های نادر آباد گردیدند. اگر درباره هنرمندی ساکنان این ناحیه گوییم، از قدیم هنرمندی در این سرزمین بود و امروز هم به چشم می رسد. بهترین چکندوزان تاجیک هم در این ناحیه دیده می شوند. اقلیم این ناحیه کانتیننتالی بوده. در زمستان تا 15 درجه سرد و در تابستان تا 40 درجه گرم می شود. این ناحیه از سطح بحر در بلندی 1400-1800 متر جای دارد. دو دریا در این ناحیه به چشم می رسد. یکی دریای سرخک و دیگر یاخسو. یادگاری چیل دختران هم از نادرترین یادگاری ها در این ناحیه به حساب می رود.